یک کار بکنن که به فریاد ما برسن. خب نون ندارم میم زن بچه‌مو به ما نگاه میکنم، ما به اونا نگاه میکنم، خجالت میکشم. چی کار کنیم؟ سگ به سگی الان یه لونه‌ای داره شب میره میخوابه، ولی ما اون لونه هم نداریم. الان تشریف برین خونه منو نگاه کنین، با 5 تا بچه ببینین کجا زندگی میکنن. مگه من مال این آب و خاک نیستم؟ مال تهران مگه نیستم؟ ایرانی نیستم مگه من؟ بهداشت نداریم، حمام نداریم، مدرسه هم نداریم. به قرآن مجید من این 8 ماه 9 ماه من 1 ماه سر کار نرفته بودم. به قرآن مجید من نون خال بچه های من سیر نمیشه، برای اون که نمیتونم پیدا کنم. بچه هم الان این توی خاک مریضم میشن، پولم ندارم ببرم دکتر. به قرآن مجید یه پسرم که اینجا از سرما مرده بود. شما الان کجا زندگی میکنید؟ همینجا، همین تو این چادر. تو این چادر؟ آره بس کجا؟ 4 تا بچه دارم، 4 سالم هست، شوهرم کارگر نیست، مریضه. تمام این دکترام بردم، 1 قرون نداره. خودم میرم لرزق شروع میکنم میارم بچه‌مو. چرا شما کثیفین؟ مگه آب ندارید؟ خب نه آب نداری، اگر آب نداری حمام نداری. حمام تو محلتون نداری؟ نه خیر. از آب لوله کشی هم نداری؟ نه یکی هست برای 100 نفر 200 نفر. چقدر به چقدر حمام میری شما؟ بعض وقتا میشه 1 ماه.